سلام، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا مروری میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز جمعه 17 ینور. برخلاف اطلاع اولیه در حمله ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق 11 سرباز آمریکایی آسیب برداشتند. مادر میگوید که به خاطر پسر بلاگرش او را از کار راندند، اما پسر از فعالیت‌هایش دست کشیدنی نیست. از کار راندن مادر من سبب نمی شود که من عملهای خود را بس کنم. ایوان گروزنی، اسماعیل سامانی و یا هر دو وکیلان مردمی خواستار تعلیم تاریخ تاجیکستان در مکتب‌های روسی شدند. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان شکایت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را نپذیرفت. رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ماه گذشته با نوشتن یک نامه به دادگاه کنستیتوسیونی ادعا کرده بود که گروپولی 5800 سامانی برای هر یک نامزد انتخابات پارلمانی مغایر به بندهای کنستیتوسی است و از دادگاه خواست که این اختلاف را بررسی کند. اما دادگاه شکایت رئیس حزب را رد نموده بررسی نکرد. زایروف در یک اظهاراتی که در صحیفه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد، عملکرد دادگاه کنستیتوسیونی را علامت ترس، بی‌صلاحیتی و نادانی دانست. در اساس مثال ماده 49 اینا به خلاصه آمدند که درخواست در عموم درخواست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با ماده 41 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سود کنستیتوسیونی مطابقت نمی کند و از روی که مطابقت نمی کند آید به استحصال گرفتن درخواست ما به استحصالات سود کنستیتوسیونی رد کرده شود و غیر از این به یک چیز کردند که تعیینات قطعی و دیگر در بالای این تعیینات شکایت کردن غیر امکان است که این چیزا نوشتند. یعنی مثلا ما با یک بار همین چیزا گویم که در اساس این تعیینات من یک چیز را گفته میتونم، ما حق هستیم، حق بودن ما اثبات میکنیم و خود همه معیارهای کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان معنی داد کرده از جهت مثال حقوقی نادرست بودن این تعیینات را ما اثبات کرده میتیم. این صحبت را در شکل کامل در سایت رادیوی آزادی www.azadi.org تماشا کنید. امریکا میگوید در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیش به عراق 11 سرباز زخمی شدند. بعضی از آنها را برای معاینه به آلمان و کویت فرستادند. پیشتر میگفتند که هیچ یک از سربازان آمریکایی در نتیجه این حمله آسیب ندیدند. گزارش را از همکارم طاهری سفر میبینیم. ارتش امریکا تایید کرد 11 سربازش در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی در عراق آسیب دیدند. در بیانیه ارتش آمده است بعضی را برای معاینه احتیاطی به آلمان و کویت فرستادند. قبلا می گفتند هیچ سرباز آمریکایی آسیب ندیده است. ایران روز 8 ینور به پایگاه عین الاسد در عراق ضربه موشکی زد. پیشتر از این امریکا فرمانده بلندپایه ایران را کشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور در یک معرکه انتخاباتیش تاکید کرد که هیچ سرباز آسیب ندیده است. پرسیدم چند کس هلاک یا مجروح شد؟ گفتند هیچ کس. روز 16 ینور نظامیان آمریکا در بیانیه گفتند چند سرباز را برای لطمه مغزی سر معالجه کردند، بعضی معاینه می‌شوند. با گفته ارتش در صورت موافق بودن این سربازان برای ادامه خدمت به عراق برمیگردند. یک میلیسه سابق شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده در تالار دادگاه عالی تاجیکستان به حبس گرفته شد. ایرج نعیموی 27 ساله یکی از 3 کارمند سابق میلیسه است که در شکنجه یک منبر عیبدار می شود. تاکنون 2 همکسب او با عین همین جرم بازداشت شده و مرافعه دادگاهیشان نیم سال باز ادامه داشت. گزارش همکاران ما در این باره. دادگاه عالی تاجیکستان سیومین کارمند سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر ترسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نعیموف یکی از 3 کارمند سابق میلیسه است که در شکنجه حسن یادگوروفی 36 ساله گمانبر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت. دیروز 16 ینور از تالار دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدان حسن یادگوروف گفتند که این پرونده بعد نیم سال بررسی در دادگاه دیروز برای تفتیش دوباره به عنوان دادستانی کل ارسال شده است.
мақомот аввали соли гузашта Шерали Азизов корманди милисаи шаҳри Турсунзодаро бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров боздошт карданд. Зимни таҳқиқ Саъди Давлатмуродзода корманди дигари милиса дар Турсунзода низ боздошт шуд. Баъдан дар ин қазия пои Эраҷ Наимов як корманди дигари милиса ҳам кашида шуд. Ду нафари аввалӣ аз рӯзи аввал дар ҳабси пешакӣ қарор доштанд. Ин се кормандии собиқи милиса бар асоси моддаи 143 кодекси ҷиноӣ гумонбар ҳастанд. Дар ҳолати исботи гуноҳ онҳоро то 15 соли зиндон интизор аст. Ҳасан Ёдгоров аз моҳи ноябри соли 2017 то нимаи соли 2018 бо иттиҳоми куштори пешхизмати рус Дмитрий Каримов зиндонӣ буд. Дар наворе ки моҳи декабри соли 2017 телевизиони Тоҷикистон пахш кард, Ёдгоров нақл кард ки чӣ гуна бо истифода аз корд ба тарафи чапу рост ва қафаси синаи Дмитрий Каримов зада ӯро кушт. Дар гузориш гуфта мешуд ки Ҳасан Ёдгоров дар рӯзи қатли Каримов бо баҳонаи пайдо кардани манзил барои иҷора дари хонаи дуввумиро куфтааст. аммо Ҳасан Ёдгоров замоне аз боздошт раҳо гашт ки қотили аслӣ тасодуфан ошкор ва боздошт шуд. Мақомоти тафтишотӣ гуфтанд ки қотили асосии сокини Турсунзода Леонид Малченков буд ки ҳангоми истифодаи телефони гумшудаи Каримов дастгир шудааст. Лоиқ Раҷабов, варзишгари тоҷик ки ахиран дар муҳорибаи бидуни қоида дар шаҳри Нью-Йорк аз сӯи рақибаш Натан Шулте, варзишгари бразилӣ, ноком шуд, ба душанбе бозгашт. Аммо бар асоси хулосаи доварон Лоиқ Раҷабов аз Натан Шулте бо натиҷаи 44-48 шикаст хӯрда буд. Натан Шулте, размкори бразилиягӣ, соҳиби камарбанд ва $1 миллион ҷоиза гардид. Ки ман зиёда аз 4 сол буд ки дар ватан набудам ва ин ҳам як рӯзи хурсандӣ аст ки ман ҳоло дар ватан қарор дорам. шакли комили суҳбати Лоиқ Раҷабовро дар сомонаи радиои озодӣ cw.ozodi.org бубинед. як ҳамшираи шафқат дар беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат иддао дорад ки ӯро ба хотири фаъолиятҳои блогерии фарзандаш аз кор ронданд. шоҳида Маҳмадҷонова, модари Шерзод Маҳмадҷонов, ки дар Олмон қарор дораду ба тарафдорӣ аз ҳаққи занону духтарони тоҷик ба пӯшидани ҳиҷоб матлабҳо нашр мекунад, иддао дорад ки маҳз ба хотири гуфтаҳои фарзандаш ӯро аз кор ронданд. аммо маъмурони беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат мегӯянд Маҳмадҷонова бо хоҳиши худ ариза навишта аз кор рафт ва касе ӯро аз кор нарондааст. мулло Раҷаб Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад. شاهده محمدجانова مادر بلاگر جوان شرزاد محمدجانov که از سیاست‌های حکومت درباره ستر و حجاب انتقاد می‌کند اخیراً از جای کارش از بیمارخانه شهر وحدت آزاد شده است. نخست او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده بعد یک روزش از کار آزاد کردند. با امنیت شهر وحدت گفتن که نام فامیل پسرتون چی؟ گفتم که خیلی محمدجان شرزاد. جو گفتم آلمان با خیلی سوالو که پسرتون آوردنتون در کار گپ میزنید گپ زنید که بیا ما گفتم دویم گپ میزنم دویم گپ میگم که خیلی بیا خیلی خوندنم تمام شود و شود ما گفت که باید با پسرتون مقابل دولت گپ میزنند دستگاه زنگ زدگی کمیته دین زنگ زده کمیته کار با زنان زنگ زدگی. این مادر میگوید برگشتن پسرش را در شرایط فعلی نمیخواهد چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی میکنند. سردختر بیمارخانه مرکزی شهر وحدت او را به اتاق کارش دعوت کرده طلب نموده است که عریضه از کار رفتنش را نویسد. بعد در اومدم پیش سردختر گفت وی گفتم دایته یا گفت почему так он о тебе не думал? Мама говорит, а что случилось? Бак говорит, писарат мухабили давлат гап мезанад. Мама говорит, хай чандин бор вай фаҳмондам писар ма чандин сол шуд мефаҳмонам хай вай кун кори худа так кун вай кун дахолат нашун дахолатдор нашав вай накун хай чи хай بعدم خیلی کم تربیت کرد خیلی زیاد نیستودم در وایش توقش گفت که وای тебя будем увольнять گفتم как گفت که вот так. اما در بیمارخانه مرکزی شهر وحدت گفته های شاهده محمدجانова را به اساس میدانند. چون اشتگاه با خواهش خودم که فشار میارن نه محض دروغ است. من یادش که فشار نیاورده و یا با خواهش خودشون اشتگاه نریزه من مثال نه به شما پاتیشداد کردم.
برکناری شاهده محمدجانوف بحث تنده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که مقامات از خویشاوندان منتقدان در خارج همچون وسیله فشار استفاده می‌کنند، ادعایی که مقامات آن را رد کردند. از کار راندن مادر من سبب نمی‌شود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز. دیسکریمیناسیای دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریت‌ها نسبت زنانی که حجاب به سر می‌کنند نشوند. و ریت‌ها نشوند و حتی جریمه‌ها نکنند شخص‌های را، مردهای را که امروز در داخل کشور ریشه‌های سنتی می‌مونند. شاهده محمدجانوف با تجربه 20 سال همشیرگی اکنون بیکار و از 472 سامانه معاش محروم است. به خاطر پسرش از کار رانده شدن را نادرست می‌داند، چون به گفته محمدجانوف پسرش شخص برکمال و آزاده است. وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه را تصویب کردند که موافق آن در کشور 5 مکتب روسی ساخته می شود. خرج ساختمان و مواد تعلیمی این مکتب ها بر دوش روسیه است. در همین حال بعضی از وکیلان تاجیک از مسئولان وزارت معارف خواستند که در این مکتب ها تنها تاریخ روسیه نه بلکه تاریخ تاجیکستان هم تعلیم داده شود. حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتبی روس زبان فعال است که از این در 32 مکتب تعلیم تنها با زبان روسی صورت میگیرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه را درباره ساختمان 5 مکتب روسی در کشور قبول کردند. این سند پیشتر بین حکومت تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود، اما بعضی از وکیلان تاجیک روز 15 ینور حین قبول این سازشنامه گفتند در این مکتب ها نه فقط تاریخ روسیه بلکه تاریخ تاجیکستان هم آموزش داده شود. با دنبال بحث و اطراف تعلیم در مکتب‌های روسی رحمت الله میربابویف معاون اول وزیر معارف تاجیکستان گفت آنها در تلاش ترجمه کتاب‌های عالمان تاجیک از تاجیکی به روسی هستند. کوشش هم می‌کنیم که اکثریت زیادی این کتاب‌ها تا ماه سپتامبر سال 2020 علاقه روی چاپ را می‌بینند با زبان روسی. نورسایی کتاب‌های تعلیمی را برخی از آموزگاران مکتب‌های روسی در دوشنبه تصدیق نمودند. در این صنفخانه خواننده‌ها از فن تاریخ نو درس می‌خوانند. نه همه آنها کتابی تعلیمی دارند. درس تاریخ در مکتب‌ها اساساً از صنف 5 به خوانندگان آموزانیده می‌شود. بچه‌ها به این فن توجه زیاد دارند. اما اینجا یک مشکل است. نورسایی کتاب‌ها از جمله نورسایی کتابی تاریخ عمومی دیده می‌شود. تعلیم خود این فن مشکل ندارد. مشکل کمبود کتاب‌ها است. روسیه سال 2019 با درخواست تاجیکستان 48 معلم زبان روسی، ریاضیات، کیمیا و بیولوژی را برای تعلیم در مکتب‌ها فرستاد. قسمی از معاش آنها را تاجیکستان و قسمی را روسیه پرداخت می‌کند. بسیاری ها مقامات تاجیکستان را برای چنین تصمیم تنقید کرده بودند. با وجود نگرانی‌ها از نورسایی کتاب آموزگار، برخی از مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی می‌گویند نسبت سال‌های پیش دسترسی به کتاب‌های تعلیمی و تامین آموزگاران داننده زبان روسی در مکتب‌ها بهتر شده است. با قریبی ما 25 نفر آموزگارانمون از اتستاسیای تخصصی عالی گذاشتن و با فکرم سربلندانه هم گذاشتیم. خطا نمی‌کنیم، همین گپ بگوییم، معلممون میرسن. در ریاست معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند مکتب‌های روسی مثل مکتب‌های تاجیکی بر اساس یک برنامه تعلیمی درس می‌گذارند که آن از سوی وزارت معارف تاجیکستان پیش بینی شده است. در این نهاد تصدیق نمودند که واقعا هم در برخی مکتب‌ها کتابی فنی تاریخ تاجیکستان نمی‌رسد. با اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتب روسی فعال است که از این 32 مکتب فقط با زبان روسی و باقی مانده با زبان‌های روسی و تاجیکی و انگلیسی تعلیم را به راه ماندند. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوب و خاطرمانی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.